فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا محمود از بلوچستان گفتن آیا صف‌های نماز جنازه را شمردن درست است یا نه؟ نه، ما چنین حکمی رو در هیچ یک از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت ما نداریم که صف‌های نماز را بشمارند، حساب بکنند که به اصطلاح چند به اصطلاح صف باشه، یا این که مثلا سعی بر این بکنند که حتما تعداد صف‌های نماز جنازه به صورت وتر باشه. معمولا وقتی که حساب میکنند به این منظور حساب میکنند که مواظب باشند که این تعداد صف‌ها جفت نشود وقتی، بلکه وتر باشد، یا 3 باشد، 5 باشد، 7 باشد، به این اندازه. و این یک نوع سوء تفاهمی هست که در واقع برای بینندگان و برای عموم مردم ما در واقع پیش اومده. و این هم یک احادیث ما داریم در صحیح مسلم هست و در سنن ترمذی روایتی در این زمینه هست. یک نوع تشویق و ترغیبی هست برای تکثیر تعداد افرادی که نماز جماعت را میخونند. این یک فضیلتی هست، هرچند که نمازگزاران یعنی در نماز جنازه بیشتر باشند، این یک فضیلتی هست برای اون شخصی که بر اون نماز جنازه رو در واقع میخونیم. حدیثی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من میت یصلی علیه امه من المسلمین، هر میتی، جنازه‌ای که یک گروهی از مسلمانان بر اون نماز جنازه را بخونند که یبلغون 100، که تعدادشون به 100 نفر برسد، کلهم یشفعون الله، که همه اینها شفاعت میکنند برای این فرد، الا شفعوا فیه، الله متعال شفاعت اینها رو قبول میکنه. خود این نماز جنازه خوندن و این نمازی که ما میخونیم، این یک نوع طلب شفاعت هست. در نماز جنازه دعا کرده میشه که خدای گناهان این رو در واقع معاف بکن، این رو به بهشت ببر، از بدیهای این به اصطلاح بگذر. این حدیث در صحیح مسلم اومده، در سنن ترمذی اومده و حدیث صحیح. در اینجا تشویق شده به این که شما، یعنی کسی که بر اون 100 نفر نماز بخونند و این دعای جنازه رو بخونند، ان شاء الله که الله متعال این دعا رو در حق اون فرد میت در واقع قبول میکنه. و همچنین در روایت دیگری هم که اومده که 40 نفر بخونند. منتها روایتی که این سوء تفاهم شده، روایتی هست که مالک ابن حبیره اون روایت میکند و این روایت هم روایت صحیح هست در سنن ابو داود و سنن ترمذی. این مطلب نقل شده که مالک ابن حبیره میگه رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه فرمودند که ما من میت یموت، و هر میتی که یعنی انسان مسلمانی وقتی که میمیرد، فیصلی علیه 3 صفوف، که بر اون 3 صف از مسلمانان در واقع نماز بخونند از مسلمانان، الا اوجب، یعنی این که سفارش این افراد قبول میشه. در اینجا لفظ 3 صفوف آمده، یعنی 3 صف باشند. و برخی از این مردم عوام این گمان کردند، حتی برخی از افرادی که پیش نماز میشن این تصور کردند که معنی این حدیث این است که حتما باید 3 صف باشند و 4 صف نباشند یا 2 صف نباشند. معنی حدیث این نیست که صفها باید تا بشند و وتر بشند. معنی این حدیث این است که اگر 3 صف مسلمانان بر یک جنازه نماز بخونند، الله متعال شفاعت این نمازگزاران رو و دعایشون رو در حق میت قبول میکنه. و جالب اینجا است که در ادامه این روایت اومده که مالک ابن حمیره وقتی که مردم می اومدن برای نماز جنازه، اگر کم بودن اونها رو تقسیم بر 3 میکرد که 3 صف باشند، به خاطر اینکه این فضیلت شامل اون مرده بشه. معنیش این نیست که حتما باید صف‌های نماز 3 باشند یا 1 باشه یا 5 تا باشند که حتما باید وتر باشه. معنی حدیث این است که افراد زیادی بر این انسان نماز بخونند و لازم نیست که حتما این تعداد صف‌ها به در واقع وتر باشه.